کرم پتیسیر مثل شیرعسلی برای تهیه انواع دسر و شیرینی و تارت و پیراشکی مورد استفاده قرار میگیره. کاربردش تو قنادی انقدر زیاده که حتما لازمه بدونی چجوری درست میشه. سلام، نسترن هستم. به کانال شیرینی‌پزی نسی کیک هاوس خوش اومدید. امروز تو آشپزخونه نسی کیک هاوس خبرایی هستش قراره با هم یک کرم پتیسیر خوشمزه آماده کنیم. همونطور که میدونید مرحله اول شامل آماده سازی مواد اولیه هستش. مرحله اول ما به 2 عدد زرده تخم مرغ نیاز داریم. همچنین به 2 لیوان شیر، 5 قاشق غذاخوری شکر، 2 قاشق غذاخوری آرد مخصوص شیرینی پزی و 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت و 1 قاشق غذاخوری کره و 1/4 قاشق چایخوری وانیل نیاز داریم. و به 150 گرم خامه فرم گرفته هم نیاز داریم. من روی زرده های تخم مرغم رو به میزان 1/4 قاشق چایخوری وانیل اضافه می کنم و 5 قاشق غذاخوری شکر رو هم بهش اضافه میکنم. حالا تو قابلمه دیگه که میخوایم روی حرارت قرار بدیم 2 لیوان شیر رو وارد میکنم و 2 قاشق غذاخوری آرد و 2 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت رو هم میریزم. همش میزنم تا گوله گوله نشه. اگه دیدید که گلوله شده کافیه که این موادمون رو از صافی رد کنیم و دوباره وارد قابلممون کنیم. اونجوری دیگه خیالتون راحت هستش که دیگه گلوله هم نمیشه. اگه این قسمت درست کردن کرم رو رعایت نکنید تو بافت نهایی کار دچار مشکل میشید و کرمتون حالت گلوله میشه و قسمت‌هایی هستش از آرد که نپخته باقی میمونه. پس حتما این نکته رو رعایت کنید و از صافی ردش کنید. دوستای عزیزم، قبل از هر چیزی تشکر میکنم بابت لایک و کامنت‌های قشنگتون و ممنونم که ما رو به دوستاتون معرفی میکنید. حتما ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید که اولین نفری باشید که از ویدیوهای جدید خبردار میشید. حالا این ترکیبمون رو روی حرارت گاز قرار میدیم تا شیر به جوش بیاد و مرتب هم میزنیم. دوستای عزیزم، وقتی به این غلظت رسید حرارت رو کم میکنیم و زرده های تخم مرغمون رو که با وانیل و شکر همش زدیم و مخلوطش کردیم به شیرمون اضافه میکنیم. و نکته مهم این هستش که برای جلوگیری از بریدن تخم مرغ و خراب شدن کرم اول مخلوط زرده و شکر و وانیل رو با 1/4 پیمانه شیر مخلوط کنید، همش بزنید و بعد توی قابلممون اضافه میکنید. اگه مستقیما زرده تخم مرغ رو به شیرمون اضافه کنیم کرمتون خراب میشه و کاملا زرده میبره. حالا مجددا روی حرارت ملایم قرار میدیم تا کرم مانند بشن. دوستای عزیزم، این قسمت دقت کنید که کرمتون دیگه نباید به جوش بیاد، فقط باید به غلظت فرنی برسه. از روی حرارت برش میداریم. 1 قاشق غذاخوری کره رو هم در نهایت بهش اضافه میکنیم. دوستای عزیزم، اینم از کرممون که آماده هستش. دیگه از روی حرارت برش میدارم و میذارم کاملا خنک بشه. برای اینکه این کرم رو استفاده کنید یه نکته مهم دیگه این هستش که حتما 1 روز قبل آماده کنید. خنک که شد میذارید داخل یخچال سرد بشه و روز بعد برای انواع تارت ها، شیرینی ها، پیراشکی ها استفاده کنید، چون اون موقع کاملا جا افتاده و خنک شده. پتیسیر نوعی کرم قنادی هستش که برای لایه های میانی کیک ها، پیراشکی ها و شیرینی های اکلر و فیلینگ تارت استفاده میشه. پس حتما این کرم رو درست کنید و برای خوشمزه تر شدن کیکاتون استفاده کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.